بیا اون پایین رو نگاه کن. نه این پدر من نیست، تصویر خود منه. نه، عمیق‌تر نگاه کن. میبینی اون در وجود تو زندگی میکنه. سیمبا. پدر سیمبا، تو منو فراموش کردی. نه، چطور میتونم؟ تو خودتو فراموش کردی، بنابراین منم فراموش کردی. به خودت نگاه کن سیمبا، تو دیگه بزرگ شدی، پس باید جای خودتو در دایره چرخنده زندگی پیدا کنی. من چطور میتونم برگردم؟ من دیگه سیمبای سابق نیستم. فراموش نکن تو پسر منی، تو فرزند منی و یک سلطان واقعی. فراموش نکن که تو کی هستی. نه، خواهش میکنم منو ترک نکن. فراموش نکن پدر، منو ترک نکن. فراموش نکن. اون چی بود؟ هوا خیلی عجیب و غریب شده. فکر نمی کنی؟ چرا؟ مثل اینکه باد داره تغییر مسیر میده. آره، تغییر خیلی خوبه. بله، ولی آسون نیست. من میدونم چی کار باید بکنم، ولی بازگشت به این معناست که باید با گذشتم روبرو بشم. ولی من مدت هاست دارم ازش فرار میکنم. برای چی منو زدی؟ حالا دیگه مهم نیست، حالا دیگه گذشته. آره، ولی خیلی درد گرفت. بله، گذشته میتونه دردناک باشه، ولی اونطور که من میبینم یا میتونی ازش فرار کنی یا ازش چیز یاد بگیری. دیدی؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ اول میخوام عصاتو ازت بگیرم. نه عصامو بده. من کجا داری میری؟ دارم کار میکردم. خوبه از اینجا دور شو.